رستم جان میدونی چی؟ باز چی میگوی دوچه جان؟ من امروز باز یک نمودی کلچقندی نو را آماده کردم که با تو پسند میآید بچم. خیلی خوب بچه. این کلچقند رو خاله زمیره توصیه داد. گفت که بسیار بالذت می شود. اول چشم بعد میفهم. خب مایلش حاضر می چشم بچم. فقط من با جای آلوچه گیلاس استفاده بردم. با جای مسکه عادی مسکه شکلادی استفاده بردم. کنی گیر. کنی بینیم اختراعات شما چگونه شده باشد؟ بسیار بالذت است. گیر خور بچم گیر. رستم جان بچم گیر خور. گیر. رحمت دوچه جان. رستم جان بچم با من یک باری دیگر خاطر رسان کرده میتوانی که نواری ویدیو رو چطور روان کنم؟ نمیشه. این خیلی انتخاب میکنیم ویدیو را بعد ویدیو انتخاب کرده ما رو زیر میکنیم بعدا این تگمچه رو میجوقیم تمام. کنی؟ انا این انا این خیل بعد این خیل درست خوش. آی رستم جان من چیزی رو زیر کردم که همه چیز نابود شد. گیر خور بچه گیر. تشکر. مهد. تشکر بچه جان. همهش عادی و ساده. یک چیز را 10 بار شده است که میفهمونم هیچ نمیفهمید. مثل کودک هستید. کودک. رستم جان من این بازیچه رو برای تو خریدم بچم. رحمت آچه جان این چه؟ این کوبیکچه است بچم. با این ما خانه می سازیم. میشه در کجامونه؟ این رو در بالای این ما میمونیم. کنی آچه جان این برای چه است؟ اینش برای ساختنی تیریزه. کنی بسیار خوب بچم. آفرین. آنایش برای چه است؟ این برای ساختنی در. آچه جان با من بازی میکنی؟ البته بچم همراه بازی میکنیم.